امروز میخوام یه محصول خیلی خفن و جادویی رو بهتون معرفی کنم. یکی از محصولات درمامیلمون هستش که سرم ژل احیا کننده و ترمیم کننده. تا الان ما یه سری محصولات داشتیم به صورت سرمی بود یا یه سری محصولات داشتیم که به صورت ژل بود. در حال حاضر جدیدترین تکنولوژی محصولات هستش که سرم و ژل با هم دیگه ترکیب شده است و باعث شده که جذب خیلی خفن‌تر و قوی‌تری داشته باشه. این محصول هم توی 5 نوع محصول سرم ژلی که موجوده کارش ضد لک بودنه. حالا من چون مصرف شخصی خودم هستش خواستم یه ذره از حسم بهتون بگم که چجوریه. اولا که خب میدونید چیزایی که برای ضد لکه یه سری چیزای اسیدی توشه، ولی محصول توش از اسید میوه استفاده شده. اسید حالا پرتقال و نارنگی و پشن فرود و انبه هستش داخلش و اون خاصیت اسیدی که وقتی شما استفاده میکنین کامل متوجه میشی که یه لایه داره از روی پوستت برداشته میشه. البته لایه برداریش به صورت تهاجمی نیست. پوستایی که حالا خیلی حساس نیستن هم میتونن ازش استفاده کنن. این محصول برای عموم تجویز میشه، یعنی همه میتونن، خانم ها آقایون استفاده کنن. برای سن بالای 18 سال هستش و حتما که دارین اونو استفاده میکنین باید قبلش صورتتون تمیز شده باشه. ترجیحاً اگه پوست چربی دارین قبلش از تونر هم استفاده بشه و وقتی اینو روی صورتتون ماساژ میدین شبا باشه، حتما قبل از خواب. حتما باید از ضد آفتاب استفاده کنین در طول درمانتون با این محصول و به هیچ عنوان هم از لایه بردارهای دیگه در کنار این محصول استفاده نکنین. اگه توی سبد کالاییتون حالا پیلاف دارین، اسکراب دارین یا محصولات لایه بردار دیگه، فعلا اونا رو بذارین کنار و تنها از این محصول استفاده کنین.